رفقا، من فاطمه تقاضایی هستم، روانشناس بالینی از کانال آواز بیداری. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. میخوام در مورد یکی دیگر از چالش‌ها و معضلاتی که توی 5 سال اول ازدواج اتفاق میفته با شما صحبت کنم. تو ویدیوهای قبلی در مورد تفاوت‌های فردی، دخالت خانواده و فشارهای اقتصادی که بر سر زوجین میاد تو 5 سال اول با شما حسابی صحبت کردم. در مورد یکی از چالش‌های مهمی که در واقع باعث میشه زوجین به مشکل بخورن میخوام باهاتون صحبت کنم که یکی از اون چالش‌ها انتظارات غیر واقعی زوجین از همدیگه است. فضای سوشال مدیا میاد برای ما زندگی رو طراحی میکنه که به ما میگه که زندگی واقعی هست که درش بحث و جدل نیست یا بحث و جدل‌ها بدون گفتگو خیلی سریع حل میشه و ما میبینیم که خب اینجا تفاوت‌های فردی نادیده گرفته میشه. تفاوت‌های فردی یکی از مهمترین چیزهایی که اگه ما درک بکنیم این انتظارات به وجود نمیاد. ویدیو تفاوت‌های فردی رو توی به صورت کامل این بالا براتون گذاشتم، ببینید و مفصل در مورد این صحبت کردم که اگه ما درک نداشته باشیم از تفاوت‌های فردی و نپذیریم باعث میشه که به مشکل بعدی که انتظارات غیر واقع بینانه هست بر بخوریم. حالا انتظار غیر واقع بینانه چیه؟ بذارید با یه مثال شروع کنم براتون که خوب براتون جا بیفته. در مورد تفاوت‌های فردی خانم و آقا. خانم‌ها در رابطه دوست دارن که گاهن خود مرد بیاد و بهت بگه دوستت دارم از نظر کلامی، چون ما خانم‌ها آدم‌های کلامی و شنیداری هستیم و از اونجا که دوست داریم علاوه بر اینکه مرد ما در عمل به ما نشون میده دوست داشتنش رو در رفتارش، در کردارش، به ما زبانی هم بگه و دوست داریم یهو ما رو بغل بکنه، از همون بپرسه که روزت چطور گذشت، زنگ بزنه بگه فلانجا رفتم، یادت افتادم، زنگ زدم حالتو بپرسم. اینا حال ما رو خوب میکنه. و یه چیزی که خیلی مهمه برای خانوم اینه که وقتی که یک مسئله به وجود میاد ازش دلجویی بشه. ما خانوم ها معکوس عمل میکنیم، یعنی زمانی که یک بحث و جدلی به وجود میاد خانوم قهر میکنه میره تو اتاق و به آقا میگه نه یا نمیخوام ببینمت، یعنی در واقع بیا من میخوام ببینمت، از من حمایت کن، منو ببین، به من توجه کن، بهم گوش کن، حتی اگه راه حل ندی من به راه حل تو شاید احتیاجی نداشته باشم ولی فقط به من گوش کن، چون من الان باید اینجوری با صحبت کردن تخلیه بشم و بگم اینجوری احساس راحتی دارم. خب ولی آقا اینجوری نیست. خانم محترم، زمانی که آقا در غار تنهاییشه یک مشکلی به وجود میاد خواهشاً اون سمت نرو و بذار که با خودش حل و فصل بکنه. هی نگو چی شد، یه چایی میاری 10 بار میپرسی که چی شده، خب به من بگو من میتونم کمکت کنم، بگو چی شده، چرا اینجوری هستی. آقا اون لحظه دوست داره خودش تنها باشه، با خودش در خلوت خودش به یک نتیجه برسه. حالا بعد که اوکی شدی، خورده حالش بهتر شد، با شما میاد صحبت کنه، ولی اون لحظه به هیچ عنوان نرید سمت آقایون. و وقتی که دارن به شما میگن ما الان نمیخوایم با شما در واقع صحبت بکنیم، واقعا دارن راستشو میگن، چون اون لحظه اصلا دلشون نمیخواد که صحبت بکنن، برخلاف خانم ها که میگن جملات معکوس دارن به کار میبرن. خب حالا شاید با خودتون میخوام دکتر اینجا خب انتظار غیر واقع بینانه چجوری به وجود میاد؟ یک مسئله اینجا به وجود میاد که اگه در مورد این تفاوت با هم صحبت نکنید به اسم ذهن‌خوانی و یک کور بیلیف و یک باور، یک باید نبایدی که شما رو ملزم میکنه که انجامش بدید. مثلا خانوم قهر میکنه میاد تو اتاق میگه خودش باید بفهمه، خودش باید این درک رو داشته باشه، خودش باید بیاد سمت من که همش نباید بگم. درسته خانم عزیز که ما تا یک جایی خانوما دوست داریم که آقایون بیان، ولی از یه جایی بعد اگه این تبدیل بشه به یک باور همیشگی، یعنی به باورمون باور در واقع داشته باشیم، این باور غلطمون، اینجا اون انتظار غیر واقع بینانه خودش رو نشون میده. اینکه یا آقا مثلا بگه که باید خودش بفهمه دیگه، مگه متوجه نیست که من الان حالم خوش نیست، نمیخوام باهاش صحبت کنم. آقای محترم شما این رو باید قبلش به همسرت بگید، در مورد این تفاوته با هم دیگه صحبت کنید. چرا؟ چون رابطه اصلا دو طرفه است، یعنی رابطه شما هر جا یک طرفه پیش بره مطمئن باشین که به مشکل میخوریم.
حالا باید چیکار بکنیم؟ بیایم واضح صحبت بکنیم، از کلمات مثبت استفاده کنیم. بهتره که تو رابطمون از کلمات مثل باید، قطعاً، همیشه، هیچ وقت اینا استفاده نکنیم. به جای اینکه طرف مقابلمون رو سیب قرار بدیم، بگیم که تو همیشه اینجوری هستی، تو به من همیشه توجه نمی‌کنی، این تویی که باید این کارو بکنی، بگیم که من احساس بهتری دارم وقتی که به من توجه می‌کنی. و این خودگوی مثبت، این در واقع واژه مثبت کمک میکنه به حس و حالتون، که رابطتون بهتر بشه، به ترمیم رابطه کمک میکنه. پس سعی بکنید که اینها رو زیاد استفاده نکنیم. حالا یه نکته اینجا بگم آقایون عزیز، از اونجا که خانوما ممکنه به نظر شما مقدار پیچیده به نظر بیان، وقتی که میگه هیچ وقت، تو همیشه اینجوری بودی، تو همیشه آدمی بودی که من بی توجه میکنی، یعنی که تو الان داری به من بی توجه میکنی. ولی اینو یادمون باشه که یه وقتایی که پیش میاد، ولی وقتی که این باور خانم باشه که تو همیشه اینجوری هستی، اینجا دیگه میشه اون انتظار غیر واقع بینانه. ما حتی انتظار داریم از خانواده هامون، مثلا میگیم که شما باید به ما کمک مالی بکنی. درسته ما ازدواج کردیم، ولی از درآمد مازادتون من نمیتونم جایی، ولی باید به من کمک بکنی. یا حرف من همیشه باید تایید بکنی، منو جلوی همسر به خصوص وقتی حرفی میزنم باید تایید بکنی، حتی اگه اشتباه بگم. خب این انتظار خیلی غیر واقع بینانه است، چون خود خانواده ما درگیر مسائل و مشکلات اقتصادیش هست، باورهای خودش رو داره. خب نمیتونه همچین کاری بکنه. ما نمیتونیم آدم‌ها رو ملزم کنیم که مثل ما فکر بکنیم. و اینجا انتظار غیر واقع بینانه پیش میاد، هم برای خانواده خود اون آقا یا خانم و هم برای همسر، که همینجا آتیش جر و بحث و قهرهای طولانی مدت زده میشه. و این هم به خاطر اون انتظاری هست که ما خودمون به وجود آوردیم که کاملا غیر واقعیه. حالا این انتظار به اینجا بسنده نمیکنه. این انتظار برای خودمون هم به وجود بیاد. ما اگه تو نقش پدر، همسر یا مادر یا فرزند باشیم، اگه جزو اون آدم‌های کمالگرای افراطی باشیم یا کاملگراها، دچار مشکل میشیم، چون دوست داریم همه رو از خودمون راضی نگه داریم، همه یه چیز باید پرفکت و عالی باشه که شروع بکنیم. هیچ وقت چیزی رو شروع نمی‌کنیم تا پرفکت بشه و همیشه باید بی‌نقص باشیم. خب این نمیشه، این انتظار غیر واقع بینانه است، چون ما آدم‌ها گاهن اشتباه میکنیم تا جایی که در توانمون هست. من نمیگم صدمون رو واسه رابطه نذاریم، ولی این که بخوایم بگیم نه من همیشه، من باید همیشه 100 باشم، این غلطه. خب یک جاهای روزایی هست که تو واقعا نمیتونی 100 باشی. خب یه جایی هست که اشتباه میکنی و بهتره که این انتظار رو از خودمون دور بکنیم، چون در دراز مدت زندگی ما رو مختل میکنه، در ما اضطراب به وجود میاره، ناامیدی به وجود میاره، در طرف مقابلمون خشم به وجود میاره. دیدین گاهن یه وقتایی پیش میاد که حالا آقا یا خانم یه کار، حالا نه صرفا شغل، بهش سپرده میشه، یه کاری داره نصف نیمه انجام میده، چون آدم کمالگر بعد از این مدت دچار اهمالکاری و تنبلی میشن، چون اون لول و اون چیزی که میخوان هنوز باز یه چیز بالاتر وجود داره براش که میخوان بهش برسن و این اونها رو دچار یک خستگی و درماندگی آموخته شده میکنه و باعث میشه که خب به یه اهمالکاری برسن. از این ور مثلا خانوم میاد میگه که من یه کار بهت سپردم، تو همیشه کارا رو نصف نیمه انجام میدی. از این ور آقا احساس ناخوشایند نداره، میگه من میگه تو همیشه کارا رو داری نصف نیمه انجام میدی. خب آقا درش یک احساس بد و ناخوشایندی به وجود میاد، میگه خب من تلاشمو دارم میکنم، تلاشمو ندیده، یه احساس بی‌عرضگی، دست با چلفتی بودن. از این ور اون چی که ظاهرا داره خانم میبینه اینه که این نصفه داره کارا رو رها میکنه. پس سعی بکنیم که کمالگراییمون رو تو رابطه بذاریم کنار، چون خود کمالگرایی باعث یه سری انتظارات غیر واقع بینانه میشه. راهکار چیه خانم دکتر؟ راهکار اینه که شما اول بیاین نیازهاتون رو بسنجید، یعنی نیاز سنجی کنید و خودمونی بگم خودتون رو بذارین جای طرف مقابل، ببینید که آیا واقعا اگه خودتون جای همسرتون باشین این انتظار معقوله. نکته مهم دیگه اینه که
ما یک سری انتظاراتی داریم که فکت در دنیای ریل و واقعی ما اتفاق میفته و واقعی وجود داره و یک سری انتظاراتی داریم که دوست داریم حالا بهش برسیم. حالا این اگه سطحش بالاتر باشه از انتظارات واقعی ما، انتظاراتی که میخوایم برسیم، و این گپ و فاصله و شکاف زیاد باشه و اینها رو نتونیم اینا رو بالانس بکنیم، دچار احساسات ناخوشایندی میشیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم این کفه ترازو رو بیاریم اینجا، مضطرب میشیم، دچار سری تروماها و ممکنه حتی اختلالاتی بشیم و این توی رابطه زناشویی ما به شدت تاثیر میذاره. انعطاف پذیر باشیم. راهکار بعدش اینه که منعطف باشیم. حالا یه زمانی میرسه که خانم نتونسته شام درست کنه، اوکی، بهش خورده نگی، بهش نگو تو نتونستی یه شام درست کنی امشب، این چه وضعشه. یا مثلا آقا نتونسته حالا شما رو ببره بیرون تفریح بکنید، بهش لیبل نزنم که تو همیشه همینجوری هستی، هر موقع که من لازمت دارم نیستی، تو به ما توجه نمی کنی، تو همیشه به ما بی توجه بودی، تو من اصلا نمیبینی. اینها رو بزنیم کنار، بگیم که خب اوکی، نو پرابلم، مشکلی نیست. اگه تو حالت بد بوده نتونستی شام درست کنی، مشکل نیست. اگه تو به خاطر فشار اقتصادی یا به هر دلیلی نمیتونی ما رو ببری بیرون و نیاز تفریح رو برطرف بکنی، اوکی، مشکلی نیست. پس انعطاف داشته باشیم. میخوام بگم اگه شما هم در تله و دام انتظارات غیر واقع بینانه گیر کردید، میتونید با این شماره تماس بگیرید و از ما مشاوره بگیرید. ما در اسرع وقت به تک تک سوالاتتون پاسخ میدیم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال بکنید تا بتونید ویدیوهای بیشتری ببینید و لایک و کامنت فراموشتون نشه.